باز ریختن بیرون و شعارهای این چنینی دادند. پارازیت یه چند تا چیزو میخواد بهتون نشون بده. اول همه این که این کلیپ 2 دقیقه‌ای رو ببینید و دقیق شید ببینید چه اتفاقی داره اینجا میفته. کجا؟ اینا ها موتورش گوشه اینجا. نه بابا اینجا گشتافان ها. نه این بسیجیه حرامزاده اینا بسیجیه. اینا بسیجیه. رفتن اینا؟ این در رو باز کنیم ما بریم. ایوه دستمان از چی بودش؟ بیرون هست؟ میفرسته تو یوتیوب رو مثلا میفرسته. نه نمیشه آقا هیچ کس نمیره. همه با هم باشه. بدبخت ها گله میکنه میشه. تازه داری فیلم میگیری؟ اون موقع نمیگه؟ نه زوم کردم. در اینجا مأموران متوجه این مردم میشن و خبرها حاکی از اونه که نصف آدم هایی که در این ساختمان نیمه کار قایم شده بودند دستگیر شده بودند. اما سوال اینجاست که چرا خبر بازداشت شدن آدما منتشر نمیشه ولی خبر آزادی اونها منتشر میشه. اما مهمترین تصاویری که روز 13 آبان جهان رو تکون داد این تصاویر. و اینکه بالاخره روزی رسید که مردم در روز روشن عکس آیت الله خامنه‌ای رو بیارن پایین و پارازیت به این فکر افتاد که چقدر آقا ایران عوض شده تو همین چند ماه اخیر.
و در نهایت مردم باز کتک خوردند و ما هم که دستمون به جایی نمیرسه هرس خوردیم، چرا که خارج نشینیم و خب ما چه میدونیم آقا چه خبره تو ایران. اما خیلی برای پارازیت جالبه که بدونه این آقایی که تو سر این دختر خانم میزنه اسمش چیه، نسبش چیه، بچه کجاست، اصلا چی کاره است، از کی دستور میگیره، اصلا به چه حقی میزنه تو سر خواهر مادر مردم؟ مگه خودش خواهر مادر نداره آقا جون؟ اون یکی که پشت سرش از مردم داره فیلم میگیره کیه؟ چرا فیلم میگیره؟ با این فیلم ها اصلا میخواد چیکار بکنه؟ شاید ایشون میخواد یه روزی مثل شعبان بیمخ خاطراتشو چاپ کنه، این فیلم ها رو منتشر کنه، بگه اینا کارا من کردم. در صورت شما اگه این آدم ها رو میشناسید، میدونید کی هستن، به ما به آدرس parazit@voanews.com ایمیل بزنید و ما رو هم با خبر کنید. خب این بود پارازیت این هفته ما. تا پارازیت دیگر امیدوار باشید و مثبت فکر کنید. یخ زدیم.